روز 21 март از تأسیس شبکه اجتماعی توییتر 10 سال پر می شود. سال 2006 یک متخصص کامپیوتر جک دورسی برنامه ساخت و شروع کرد به ارسال پیام های اینترنتی. حجم این پیام ها از 140 حرف بیشتر نبود. این بود اولین توییت یا پیامک که فرستاده شد. کلمه توییت از زبان انگلیسی همچون صدای پرنده ترجمه می شود. تا سال 2013 شمار کاربران این شبکه معروف اجتماعی که پایگاه خبررسانی حادثه های عاجل و هم بحث و بررسی های داغ شده است در یک روز 500,000 نفر را تشکیل می دهد. در میان کاربران از جمله سیاستمداران و نفران اولی حکومت های سراسری عالم ذکر می شوند. و حالا در صحبت با ما گلن کیتس، متخصص مسائل شبکه های اجتماعی در رادیوی آزادی است. گلن سلام، بگویید شما جایگاه توییتر را در میان شبکه‌های اجتماعی امروز با گذشت 10 سال از تأسیسش چگونه ارزیابی میکنید؟ Well, I would say the biggest thing that changed really over the last 10 years is that people themselves, not just journalists. با فکر من بزرگترین تحولاتی که در این 10 سال اخیر شد این بود که همکنون مردم عادی نه تنها ژورنالیستان افرادی شدند که خبر پخش میکنند، یعنی آدمان عادی هم منبع خبری شدند. مثلا اعتراضهای مردمی در مولدو شد، بعد ایران بود. ژورنالیستان به مردمی که در محل حادثه قرار دارند اعتماد کردند، ولی عین زمان حالتی با وجود آمد که تصدیق خبر دشوار شد. این یک چیزی غیر منتظره بود که توییتر سبب شد. یعنی اگر میلیون ها مردم در آن واحد به یک معلومات دسترسی پیدا کنند، از سوی دیگر پخش اطلاع غیر واقعی یا دروغ نیز زیاد شد. توییتر میدان کاری فعالان و ژورنالیستان شد، ولی من گفته نمیتوانم که این 100% نتیجه مثبت داد. That fake information also had an opportunity to spread much quicker. So I think you saw some amazing things. در تاجیکستان نظر به توییتر از فیسبوک و یا ادناکلاسنیکی بیشتر استفاده می شود. به فکر شما سبب چیست که در تاجیکستان این شبکه اجتماعی نتوانست به اندازه آن شبکه های دیگر معروف شود؟ Well, I think it's actually interesting to look at Tajikistan because Tajikistan is actually تاجیکستان شاید یک مکانیزم خرد یک جریان عظیم باشد. توییتر در سراسر جهان خیلی به زودی پهن شد، ولی عین زمان فیسبوک و اینستاگرام نیست. به نظر من از نظر استفاده توییتر نظر به شبکه‌های دیگر کمی مشکل تر است. کار فیسبوک مشکل نیست. شما با دوستان صحبت میکنید، با آنها عکس و ویدیو را تقسیم میکنید. توییتر یک وسیله فعال استفاده ژورنالیستان و فعالان شد. من میدانم که در تاجیکستان ادناکلاسنیکی بسیار زیاد استفاده می شود، ولی من باید یک چیز دیگر را از نظر تاثیر توییتر به شبکه‌های دیگر اجتماعی تاکید کنم. اگر شما ادناکلاسنیکی را با نسخه سال 2009 حالا مقایسه کنید، تفاوتی کلانی را می‌بینید. حالا دیدن ممکن است که چطور توییتر برای ساده‌تر و بهتر شدن کار در ادناکلاسنیکی نمونه شده است. عکس و ویدیو با شکل بهتر و راحت‌تر دسترس می شود. تشکر. همصحبت ما گلن کیتس، متخصص شبکه‌های اجتماعی در رادیوی آزادی بود.